خب آمدیم روی چارت کندلستیک تا بهتر مشخصات آردر بلاک دیجه بر شما ما مارک کنیم. چارت مربوط به طلا تا این فرم 4 ساعت است. چارت فرق نمیکنه طلا باشه، بیت کوین باشه، تسلا، اپل یا هر چیز باشه. الگوریتم در همه استراکچر ها، در همه چارت ها و در همه تا این فرم ها یکسان قابل اجرا می باشه. خب در اینجا طلا ما اگه یک نگاه اوورال داشته باشیم، طلا در یک روند صعودی بود، استراکچر هایر های و هایر لو ساخته بود و در اینجا زمانی که طلا آمد این بای سایت اوورال 4 ساعته و یا سوینگ های اوورال 4 ساعته خود زد. این نایه سوینگ های اوورال 4 ساعته و یا بای سایت لیکویدیتی اوورال 4 ساعته می باشه و همچنان از این سایکل پایین ترین نقطهش کدام است؟ اینی است. پایین ترین نقطه سایکل هم میشه سل سایت لیکویدیتی اوورال 4 ساعته و یا سوینگ لو اوورال 4 ساعته. در داخل این رنج، در داخل این بای سایت و این سل سایت طلا یک نحوه حرکت در استراکچر اینترنل خود ساخته. در این جگه ما ببینیم در این استراکچر اینترنل خود به ما تاییدی های به خاطر آردر بلاک سعودی داده. خب زمانی که طلا آمده ای بای سایت ساخته، یک قسم یک رنج زده، دوباره پس پایین آمده یک سل سایت ساخته، دوباره پس بالا رفته، دوباره پس پایین آمده این سل سایت سواب کرده. پس اولین مشخصه لیکویدیتی سواب و یا سواب لیکویدیتی مویجه اجرا شده. خب تریدرهایی که در این سایکل در هر زون شما فکر کنین در ایجا وارد لانگ شده باشه، نهایتا استاپ لاس هایش زیر از این لو می باشه و مارکت با یک پایین آمدن این لو را تصفیه کرد و این لیکویدیتی ها را جمع کرد. پس ما میگیم که لیکویدیتی سواب ما اجرا شد. دوباره مارکت از همین پایینی رفت به بالا، امو اینترنال های ما و اولین های ما کدام های ما؟ های ما که لوی از او سواب شده بود، این لویش سواب شده بود، این هایش دیجه بود، با یک روند به بالایی چنج اف کرکتر و یا تغییر جهت به سعودی خورد که دو مشخصه دوم آردر بلاک ما همیشه دن شد. مشخصه سوم ما در این سایکل فیلی نوعی های خالیگاه کم و بیش داریم. مثلا در این زون کم خالیگاه داریم، در اینجا هم ما یک مقدار خورد خالیگاه داریم، در اینجا هم ما خالیگاه داریم، پایین ترش هم زونای خورد خالیگاه داریم که عرصه مشخصه ما را تایید میکنه و زونای آردر بلاک هم اینجا به تعداد زیاده به چشم میخوره. فرض کنین این هم یک نوعی آردر بلاک گفته میشه، این هم یک نوعی آردر بلاک گفته میشه، این هم یک نوعی آردر بلاک گفته میشه و این پایینی هم نوعی آردر بلاک گفته میشه. خب چرا؟ ببینین لیکویدیتی سواب اینا که به درستی در تایم فریم 4 ساعت معلوم نمیشه. اگر تایم فریم 1 ساعت 15 دقیقه کنیم ممکن لیکویدیتی سواب هم داشته باشه، ولی فعلا در تایم فریم 4 ساعت لیکویدیتی سواب نداره و بریک اف استراکچر داره، خالیگاه داره، دو مشخصه را داره. اینجا هم ممکن یک لیکویدیتی سواب خورد اینجا اجرا شده باشه، بریک اف استراکچر اینجا اجرا شده، خالیگاه هم خورد کم و بیش داره و به می دلیل دو آردر بلاک فیل شده و به درستی به مقبولی نتونسته که خود نگهداری کنه. اینجا هم یک آردر بلاک ما داریم، ممکن این لیکویدیتی سوابش باشه در پایین، اینی بالا بریک اف استراکچر و یا هم زون خالیگاهش. و آخرین آردر بلاک این روند ما اینجاست، چون این هم لیکویدیتی سواب اینجا بسیار به مقبولی داره، هم چنج اف کرکتر به مقبولی داره، هم زونای خالیگاه خورده دیجا داره. و یکی از مواردی که خدمت شما یادآوری کنم، زونهایی که ما چنین کندلای شادو می داشته باشیم، ما شادو را نسبت به کندل ترجمه میتیم و شادو را من حیث آردر بلاک خود میگیریم. شادوها زونای خیلی خوبه به خاطر آردر بلاک بوده میتونه. دلیل و فلسفه پرایس اکشنی ایره در دروس تخصصی به صورت کلی، به صورت کلیات
ما تشریح دادیم که یک فلسفه بزرگ دقیق خود داره که دیگه ما فعلا بپیچیم درس طولانی میشه و یک دوره ابتدایی است، دوی نمیپیچیم. ولی یکی از دلایل دیگه ش بگم که یک چیز یک ذهنیت شما حداقل داشته باشین. ببینید ما اینی کندل سرخ ایجا هم ما میتونیم که یک آردر بلاک بگیم، ولی فرض کنین شما اگر در ای آردر بلاک اولی وارد شوین و استاپتان از زیر از ایلو بانین، بدون شک استاپتان بزرگ می باشه، ریزبریوارد خوبی نمیگیرین. برعکس اگر شما در ای شادو وارد معامله می شدین، میبینین که ورودیتان مسئلات اسنایپری فعال می شد، استاپلاستان بسیار خورد می بود، ریزبریوارد بسیار خوب می گرفتین. یکی از دلایلش است و دلایل دیگهش که مربوط به دوره تخصصی میشه در او نمیریم. ولی شما یک ذهنیت از خود داشته باشین زمانی که ما چنین شادوهای می داشته باشیم، ما همیشه ترجمه میتیم که شادو را نسبت به کندل ما ترجمه میتیم تا که ما شادو را من حیث آردر بلاک خود انتخاب کنیم. و ای که شاید شما بگین که چرا یاردر بلاک فیل شد، چرا یاردر بلاک فیل شد، چرا یاردر بلاک فیل شد، ایره در درس بعدی در بخش ترپ بانک ها و اینوستمنت ها بیشتر ما خواهیم خواند و بیشتر تشریح خواهیم کرد. ولی یکی از مواردی که ما بر شما یک ذهنیت بهتون میرسه که ما اخرین آردر بلاکی در روند ایجا ما داشتیم و مارکت به می دلیل تمام اینا را فیل کرد تا بیایه آخرین آردر بلاک روند بگیره و همچنان در ایجا اموز تشریح آردر بلاک که ما گفتیم آخرین کندل که بعد او کندل حرکت دیستریبیوشن و یا حرکت اصلی مارکت به اتفاق افتاده و آردر بلاک ماست. پس آخرین کندل ما میتونیم این کندل سرخ هم بگیریم، ما میتونیم این شادو را بگیریم، ولی ما شادو را ترجیح دادیم که با دلایلی که قبلا به شما تذکر دادیم ما شادو را ترجیح دادیم نسبت به کندل. خب بریم 4 تا قسم پیش ببریم ببینیم دیگه در کدام زونا ما چنین مشخصات میتونیم پیدا کنیم. همچنان مارکت دیجا بعد گرفتن یک بای سایت و زدن یک های و یا یک ساختن یک بای سایت اوورال بعدی دوباره امو شکل امو سناریویی که دیجا تشکیل شده بود امو سناریو دوباره دیجا تشکیل میشه، چون الگوریتم در همه جا یکسان قابل اجراست. همانند ازو که همانند سایکل قبلی که یک بای سایت اوورال ساخت در استراکچر اینترنال خود به ما تایید داد، اینجا هم بای سایت وقت زمانی که بای سایت قبلی رو گرفت سواب کرد و یک بای سایت و یک های جدید اوورال 400 زد، دوباره در یک حرکت داخل استراکچر اینترنال خود چرخش آمد. اینجا آمد یک سل سایت ساخت، دوباره اینجا یک قسم یک زون اکومولیشن، دوباره اینجا یک منیپولیشن ساخت، دوباره پس آمد اینجا این سل سایت ما را سواب کرد. پس ما میتونیم که بگوییم که این سل سایت ما چی شد؟ سواب شد. تر در رای که در این سایکل تمامش در این زونی هر زونه که وارد لانگ شده بودن بالاخره نهایتا استاپش زیر از ایلو بود و ایلو را تصفیه کرد. همچنان این زون یک آردر بلاک قبلی ما بوده که ما مارک کردیم در اینجا ببینین در این آردر بلاک آمد یک نوسان داشت ولی حرکت اصلی را از آردر بلاک پایین خود اجرا کرد. پس این هم به یک نوع کاربرد داشت. خب زمانی که این سل سایت سواب شد دوباره اینجا مارکت وارد یک زون اکومولیشن شد، دوباره پس رفت به بالا امو های اینترنال خدا که لویش سواب شده بود و هایش اینجا بود دوباره روند بالا رفت. ایره بریک آف استراکچر یا چنین کرده هر چی می نامین بعضا شفت آف دایرکشن میگه. نام یک چیزی است که ما با او را مشخص میکنیم، اصل کاربرد مهم است. خب ما اینجا میگیم که ما اینجا بریک آف استراکچر دوباره زدیم، دوباره که بریک آف استراکچر زدیم ما اینجا چی داشتیم؟ اینجا یک آردر بلاک داشتیم، در اینجا یک آردر بلاک داشتیم، در این پایینی یک آردر بلاک داشتیم، ولی مارکت بعد ای که تغییر جهت داد از پایینی از اولین آردر بلاک خود دوباره رفت به بالا. همچنان زونای خالیگاهی هم نسبتاً داشتیم. فرض کنین اینمی آردر بلاک که فعلا مارکت واکنش داد امی سایکل اینجا خالیگاه مقبول داشت، درست؟ همچنان این یک آردر بلاک چرا آردر بلاک است؟ این لیکویدیتی سواب داره
ما به رنگ سرخ مارک کنم و دبل کنم تا بهتر براتون قابل دید باشه. این لیکوید سواب داشت، اینی های خود چیکت باعث خود بریک آف استراکچر زد. پس یک مشخصه آردر بلاک ما دیجه بود. ما مارکت آمد از اولین زون آردر بلاک خود واکنش نشان داد، رفت به بالا و یک های جدید اینترنال گرفت و های زد و ای نایه بایسایت اوورال خود دوباره چیکت دوباره گرفت. زمانی که دوباره گرفت خب ما اینجا یک سوینگ های بعدی اوورال و یا بایسایت لیکویدی اوورال دیگه داره. دوباره مارکت آمد اینجا که زمانی که دوباره یک های زد دوباره وارد حرکت اینترنال خود شد. امو قصه که در اینجا رخ داد دوباره در اینجا رخ داد دوباره در اینجا رخ میده. چرا؟ چون الگوریتم است. الگوریتم یکسان میچرخه. زمانی که بایسایت اوورال خود اینجا زد داخل یک استراکچر اینترنال شد، دوباره آمد اینجا یک سل سایت ساخت، دوباره پس بالا رفت، دوباره پس پایین آمد، این سل سایت سواب کرد و این به آردر بلاک قبلی رسید. زمانی که سواب کرد پس از دمیج بالا رفت و اولین های اینترنال خود کدام های که لویش که سواب شده بود، این های که لویش سواب شده بود هایش دیجه بود. این رفت به بالایی، این چنج اف کاراکتر و بریک اف استراکچر زد. خب ما اینجا دوباره میگیم که این لیکویدیتی ما سواب شد، این سواب شد و اینجا دوباره چی کرد؟ بریک اف استراکچر زد. دوباره با پایین آمدن این آردر بلاک اخیر رونده. کدام آردر بلاک ما میگیریم؟ اخیرین کندل رونده که بعد او حرکت دیستریبیوشن اتفاق افتیده. حرکت دیستریبیوشن چی است؟ در درس قبلی تر پست شده بود، باید ببینین. حرکات اوورال اینترنال چی است؟ در بخش استراکچرهای مارکت پست شده بود، باید ببینین. سوینگ ها و سوینگ لو، بای ساید و سل ساید اینا چی است؟ در دروس قبلی باید چک کنین. ما اینا را اصلا اینا موضوعاتی که حرکات دیستریبیوشن و بای ساید سل ساید مربوط به درس نمیشه، ولی ما به خاطر تازه شدن ذهنتون از اون موارد ما بر شما اینجا تشریح کردم. دوباره مارکت به چقدر مقبولی آمد، ای آردر بلاک گرفت، دوباره رفت یک های جدید زد. ببینن چقدر مقبولی و چقدر مقبولی. من چهار تا خوب زوم اوت کنم. اما چیزی که اینجا اجرا شد چهار تا هر قدر ما پیش ببریم عین شکل عین چیز تکرار شده میره. چرا؟ چون الگوریتم است. الگوریتم یکسان به هر چهار در هر تایم فریم یکسان قابل اجرا و قابل تطبیق است. خب بریم پیشتر که دیگه چی چیزای اتفاق افتاده روی ازی چارت و بعضی آردر بلاک های شارت اینجا من مارک کردم، ولی آردر بلاک های شارت در اینترنال است. اوورال مارکت چی است؟ سودی است. آردر بلاک های اوورال طلا فعلا آردر بلاک های سودی است، چون مارکت سودی است. آردر بلاک های شارت اینجا پیدا میشه ولی آردر بلاک های اوورال نیست، اینترنال است. خب مثلا در اینجا مارکت چی کرد؟ در اینجا مارکت آمد زمانی که ای های قبلی ما بود، درست ای های قبلی ما بود، بای سایتی که ما مارک کردیم، زمانی که را زد دوباره یک های جدید زد، دوباره به روند صعودی خود ادامه پیدا کرد، روند نزولی نیست. ولی در اینجا که آمد چی کرد؟ در اینجا که آمد یک بای سایت ساخت، دوباره پس پایین آمد سل سایت ساخت، دوباره پس رفت به بالا، این بای سایت خود سواب کرد. پس اولین سواب ما اجرا شد، اولین مشخصه ما. دوباره پس پایین آمد، این لوی خود چنج اف کاراکتر زد، روند چی شد؟ نزولی شد. در کجا؟ در اینترنال دوورال سودی هستیم ما. این که تفاوت بین حرکات اوورال و اینترنال چی است در بخش درس استراکچر به اشاره کوتاه ما تشریح کردیم، ولی اصل هر کدام اینا یک وظیفه الگوریتمی خاص داره که مربوط به دروس تخصصی میشه که ما در کانال تخصصی خود برای بچه‌ها چندین جلسه درس ما را تذکر دادیم. خب زمانی که لیکویدیتی بای سایت خود گرفت، لوی که آخرین های رونده زده بود چاک خورد، ما میگیم اینجا چاک ما اجرا شد. پس ما اینجا توقع داریم که مارکت بیایه از آردر بلاک خود حداقل پایین بیایه ای آردر بلاک بگیره، درست؟ در پایین هم آردر بلاک داره. ببینید اینجا ما کندل بسیار بزرگ داریم داخل روند. خب یه چیز مشخص است که اگه ما از این کندل، از این شروع کندل ما وارد چارچوبه استاپ خود اینجا بگذاریم، استاپ ما بزرگ می باشه، اینتری ما خراب می باشه، رزبری وارد خوب نمیگیریم. ما چی میکنیم؟ ما شادو را انتخاب میکنیم. درست است. این چهار کندل های 4 ساعته است. ممکنه تا این فرمای 1 ساعت 15 دقیقه زوم کنین برین، ممکنه کندل استیک مقبول باشه، ولی در تایم فریم 4 ساعته ببینید یک شادو مقبول داده. مارکت آمد در این شادو با این شادو را که زمانی که گرفت رزش خود اجرا کرد.
تا بیای این آردر بلاک بگیره و از این آردر بلاک دوباره پس بره بالا. در اینجا هم به ما یک نحوی ستاپ لانگ داده. چه قسم ستاپ لانگ داده؟ خب تایم فریم 4 ساعته است. اگر 1 ساعته کنیم ستاپ خیلی مقبول معلوم میشه، ولی اگر 1 ساعت 2 ساعته کنیم تایم فریم میبره بعقب، 4 تا بعقب میبره. پس دمی 4 چک میکنیم. ببینید مارکت آمد زمانی که آردر بلاک گرفت، آردر بلاک سودی خود دوباره اینجا آمد، یک سل سایت ساخت، دوباره پس بالا رفت، دوباره پس پایین اومد سواب کرد. عین قضیه، عین گپ. دوباره رفت با بالا این های خود چنج اف کاراکتر زد، وی های دیگه خود بریک اف استراکچر زد و دو تا دی ما که سواب و چاک دن شد و خالیگاهی یک ما خالیگاه که خورد داریم. مارکت آمد د ای کندل که آردر بلاک کدام کندل؟ آخرین کندل که بعد او حرکت دیستریبیوشن به اتفاق افتیده. دو کندل آمد تاچ کرد و چقدر مقبولی که تاچ کرد به روند سودی خود ادامه پیدا کرد. در اینجا هم عین قضیه گپ. مارکت آمد یک بای سایت ساخت، پس پایین آمد، دوباره پس رفت، بای سایت خود سواب کرد، پس پایین آمد، لوی خود چاک زد، لوی که آخرین های رونده زده بود. پس ما اینجا دو مشخصه خود دن میگیم، لیکویدیتی سواب، چنج اف کاراکتر. و اینجا ما دو آردر بلاک داریم. اولی ما شادوی ای آردر بلاک میتونیم آردر بلاک بگیم، دوم این شادوی آردر بلاک. ولی مارکت آمد دقیقاً از این آردر بلاک خود یک لوی جدید زد به این مقبولی. خالیگاه هم در روند ما به خیلی مقبولی نداریم، ولی در اینجا این یک خالیگاهی بود که بعداً پر شد. در تایم فریم های 4 ساعته است. البته اینجا ما یک اسکالپ 5 دقیقه‌ای داشتم، چارتش پاک نشده بود. تا او را هم اینجا یک مثال بر شما بتم خوب خواد بود. ببینید مارکت آمد اینجا یک پایین آمد، یک سل سایت ساخت، پس بالا رفت، دوباره پایین سل سایت خود سواب کرد. پس ما میگیم این سل سایت ما دن شد و پس رفت و بالا اولین های اینترنال خود چاک زد، امو هایی که قبلا لویش سواب شده بود. چه قسم سوینگ های و سوینگ لوها را ما مشخص کنیم، این هم در دروس قبلی باید بگیرین. دو مشخصه ما دن شد. خالیگاه داریم، بله این خالیگاه مقبول دیجا داریم. آردر بلاک کدام است؟ این کندل سرخ. کندل سرخ کندله که بعد او کندل حرکت دیستریبیوشن مارکت به اتفاق افتیده. من تندم کنم ببینید به خیلی مقبولی آمده، این تاچ کرده و رفته به بالا. دیجا همو بعضی از نظریات که از بعض اساتید اسمارت منی بود که من گفته بودم که در آردر بلاک های نزولی کندل های سرخ بگیرن، در آردر بلاک های سودی کندل های سرخ بگیرن، در آردر بلاک های نزولی کندل های سبز بگیرن. البته این به حد نظریه است، خیلی گفتم خیلی اوقات اتفاق نمیفته. اینجا هم مارکت ببینین، امو کندل سرخ ما اینجا مارک کردیم. کندل سرخ آمده و خیلی مقبولی تاچ کرده. آردر بلاک سودی بود، ما کندل سرخ مارک کردیم، تاچ کرده رفته به بالا. پس به این شکل آردر بلاک ها داریم. در بالا هم یک ترید داشتم، ولی ترید ما به اساس آردر بلاک نبود. یک فلسفه دیگه داره که مربوط به دروس تخصصی میشه. پس این آردر بلاک ها بود. یک بخش بعدی که انواع آردر بلاک هاست و ترپ های بانکی، مثل که قبلا گفتم در چارت اولی در ناحیه اولی که چرا چندین آردر بلاک فیل شده بود. این موارد در دروس بعدی